درود و سلام خدمت یکایک دوستان و بیننده های عزیز از هر جای بیننده چینل من هستین. انشالله که خوش و آرام باشین. دوستای عزیزی که تا کنون عضو چینل من هستین، برای ویدیوهای بیشتر و جذاب و چینل فاطمه جعفری سر بزنید. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. قسمت دوم، آغاز داستان، سرنوشت تلخ دختره برچی. حبیب پدر ریحانه با ترس قدم در چمنزار قبیله کوچی‌ها گذاشت. نزدیکتر رفت. در میدان همه جمع بودند. دستان ریحانه را به پشت بسته بودند. در میان جمعیت زیاد هیاهوی آنها ریحانه ایستاده بود. بزرگ قبیله بالای چوکی نشسته بود. دستاری بزرگ بر سر داشت. آن طرفتر زنان رویشان را پوشانده بود. تماشاگر این مجلس بودند. 5 نفر از جوانان قبیله آمده بودند تا هر کدام پول بیشتری به بزرگ قبیله بدهند. قرار بود ریحانه به حکم بزرگ قبیله همسر یکی از آنها شود. پدر ریحانه با ترس نزدیک شد. با صدای لرزان خود را پیش بزرگ قبیله که او را لویخان میگفتند رساند. پدر ریحانه با التماس گفتند: جناب لویخان، او را آزاد کنین. هر کاری که بگوین من انجام میدم. فقط بانین دخترم را از اینجا ببرم. ریحانه وقتی پدرش را دید گریه‌اش بر نمی آمد. ناامیدانه به پدرش نگاه میکرد. لویخان به پشتو چیزی گفت که همه خندیدند. حبیب پدر ریحانه فقط التماس میکرد. در لحظه ناگهان هیاهویی شد. کسی گفت تاجر زلمه آمد. همه سلام میدادند و او را زلمه خان صدا میزدند. ریحانه طرف آن مرد نگاه کرد. قد بلندی داشت با موهای نسبتا دراز و چهره گندمی. رنگ چشمان سیاه و درشت، جدی و آرام بود. زلمه نزدیک شد. از ماجرا باخبر گردید. قیمتها تعیین شده بود. آخرین قیمت را زلمه گفت. ریحانه که چیزی از حرفهای آنها نمیفهمید، دید که لویخان خنده مسخره‌ای کرد و بعد از گفتن چند کلمه جمعیت پراکنده شد. زلمه با احترام دست پدر ریحانه را گرفت و او را از زمین بلند کرد. با تصمیم گفت: تشویش نکنین پدر جان، حالی در امنیت هستین. لطفاً دسته های دخترتان را باز کنید. حبیب با خوشحالی و اشک در چشمانش گفت: تشکر بچه‌م که خدا خیرت بده. اما آنطوری که ریحانه و پدرش فکر میکردند قضیه اینجا ختم نشد. آن شب زلمه آنها را در خیمه جداگانه مهمان کرد و از آنها به خوبی پذیرایی نمود. بعد از صرف غذا زلمه با ادب وارد خیمه شد. پیش پدر ریحانه نشست و گفت: لطفاً بدون کدام ترس راحت بخوابید. مسئولیت شما به گردن من است. مطمئن باشین کسی برتان آسیب نمیزند. حبیب پدر ریحانه گفت: تشکر بچه‌م، ما در زبان هستیم. گپ‌های اینها را درست نمیفهمیم، ولی خدا خیرت بده که دخترم را نجات دادین. ما رسم و رواج اینجا را بلد نیستیم. زلمه گفت: مشکل نیست، من تاجر هستم. بیرون از اینجا دکان دارم. زبان شما را خوب میفهمم. هر چیزی نیاز داشتین برایم بگویید، من در خدمتتان هستم. حبیب پدر ریحانه گفت: تشکر بچه‌م، بسیار زیاد. فردا و من و دخترم را تا شهر برسان. دیگه وقت خودم است. زلمه مکس کوتاهی کرد، نفس عمیقی کشید و خونسرد گفت: حالا خسته هستیم، استراحت کنین، فردا گپ میزنیم. بعد با احترام گفت: با اجازهتان. از خیمه بیرون شد. ریحانه در یک گوشه زانوهای غم را در بغل گرفته بود. آرام آرام گریه میکرد. پدرش آهسته نزدیک شد و گفت: بچه‌م، خدا رو شکر که پیدایت کردیم. تشویش نکن دخترم، فردا به خیر از اینجا میریم. ریحانه به یک نقطه خیره شده بود بدون آنکه به پدر نگاه کند و گفت: معذرت میخوام پدر جان، من زیاد در عذاب انداختم. حبیب پدر ریحانه گفت: بچه‌م، خیر است. تا آدم دنیا را و مردم به امتحان نکنه چطور میشناسه. دیگه گریه نکن، خداوند بزرگ است. حالا بخواب. پدر هم خودش را به خواب زده بود، اما خواب از چشمان ریحانه گریخته بود. آن شب هزار فکر در ذهنش میچرخید. صبح با هزاران ترس بیدار شد. هنوز نمیدانست که چه تقدیری در انتظارش است. بعد از چای صبح زلمه خان آمد. رو به ریحانه گفت: میتونی پیش خواهرم به خیمه دیگر بروی؟ میخواهم با پدرش خصوصی صحبت کنم. ریحانه با تعجب و ترس به او نگاه کرد. بعد به پدرش نظر انداخت. پدر با اشاره سر فهمان که بیرون شود. ریحانه آرام از خیمه بیرون شد. دختری زیبا با لباس سرخ، چادر تنبانی سبز و کوچیانه با لبخند منتظرش بود. ریحانه با اکراه نزدیک شد و سلام داد. دختر فقط سر تکان داد. با هم داخل خیمه دیگر شدند. در آن خیمه زن نسبتا سالخورده‌ای نشسته بود. آن دختر او را مرجان صدا میزد. ریحانه فهمید که او مادر زلمه است و آن دختر هم خواهرش. خواهر زلمه خوشرو و خوش اخلاق بود، اما مادرش چندان از ریحانه خوشش نیامده بود. از سر تا پای ریحانه نگاه کرد، بعد رویش را برگرداند. ریحانه احساس ناراحتی کرد و زیاد آنجا نماند. آرام بیرون شد و نزدیک خیمه پدرشان آمد. در همان لحظه صدای پدرشان را شنید. پدرش با بغض میگفت: چطور ممکن است ریحانه را اینجا بمانند و جواب مادرش را چی بگویم؟ صدای زلمه آرام بود و سختی شنیده میشد. ناگهان ریحانه با عصبانیت داخل خیمه شد و گفت: حال فهمیدم. وقتی او پول را به اون مردکی پیر دادی، هدفت چی بود؟
زلمه فقط خونسرد با او نگاه میکرد. حبیب پدر ریحانه گفت دخترم تو بیرون گرو، من خودم این مسئله را حل میکنم. ریحانه: نه پدر جان، زندگی من در وسط است. بگو چی میخواهید؟ پول؟ چی میخواهی ها؟ جواب بدینی. زلمه سرش را پایین انداخته بود و چیزی نمیگفت. پدر آهسته گفت: دخترم، اینها رسم دارند. کسی که بیگانه باشد و داخل قبلهشان شود، بیرون شدنش آسان نیست، مخصوصا دختران جوان. ریحانه گفت: این یک بهانه است پدر. کی این رقم قانونی بی‌معنا داره؟ حبیب گفت: متاسفانه هست دخترم. زلمه آرام بلند شد و از خیمه بیرون رفت. چند لحظه بعد پدر تصمیم زلمه را به ریحانه گفت. صدایش می‌لرزید. حبیب گفت: بچم، ریحانه جان، باید عروس زلمه شوی. ریحانه شوکه شد. جهان در نظرش تاریک شد. احساس کرد زمین زیر پایش خالی شد. دستانش یخ شده بود. نفسهایش تند و بریده بریده می آمد. چند قدم عقب رفت و با صدای لرزان گفت: چی گفتین پدر؟ من عروس او شوم؟ چشمانش پر از اشک شد. پدر با بغض گفت: دخترم، مجبور هستیم، راه دیگر نداریم. ریحانه با صدای بلند گفت: نه، من قبول ندارم، من هیچ وقت قبول ندارم. اشکهایش به وقفه پایین می آمد. پدرش سرش را پایین انداخته بود. صدایش می لرزید. پدر ریحانه گفت: اگر قبول نکنیم، جان ما و تو هر دو در خطر میافتد. اینجا قانون خودشان را دارند. ریحانه به دیوار خیمه تکیه داد. نفس کشیدن برایش سخت شده بود. در دلش فریاد میزد. ریحانه به دل خود گفت: این چه تقدیر است؟ چرا من؟ چرا زندگی من اینطور شد؟ در همین لحظه صدای قدم‌های زلمه بیرون خیمه شنیده شد. او آرام داخل شد. چهره اش جدی بود، اما در چشمانش نوعی ناراحتی دیده میشد. چند لحظه سکوت کرد. بعد آرام گفت: من میفهمم که این تصمیم برایتان سخت است، اما باور کنین اگر من داخل ماجرا نمیشدم حالا وضعیت بدتر میشد. ریحانه با خشم با او نگاه کرد. تو زندگی مرا خریدی. فکر میکنی من یک جنس هستم؟ زلمه لحظه سکوت کرد. بعد آرام گفت: من نخریدمت، من تو را نجات دادم. ریحانه با خشم گفت: نجات؟ این چه نجات است که من مجبور شم با یک بیگانه ازدواج کنم؟ پدر با نگرانی گفت: دخترم آرام باش. اما ریحانه دیگر آرام نبود. ریحانه به پدرش گفت: چطور آرام باشم پدر؟ اینها بوی انسانیت نبرده‌اند. تو میگویی همراه اینها زندگی کنیم؟ کمی مکث کرد. بعد اشاره به طرف زلمه نمود. با بغض گفت: با همین آدم که تو حتی نمیشناسی، شاید از دل خودش داستان جور کرده. اینها تشنه خون من و شما هستند. زلمه حالت چهرهش تغییر کرد ولی خونسرد گفت: مطمئن باش که من واقعا نجات دادم. من در همین قبیله بزرگ شدم. بیشترین دختران جوان زیبا را به همین قانون گرفتارشان کردند که همه آنها از همین مردم بودند. میتونی بروی بپرسی. کم کم که اینجا بمانی مفهومی درد مرا میگیری. ریحانه با تأسف و نفرت نگاهش کرد و رو به طرف پدرش کرد. با گریه گفت: پدرجان، لطفاً مرا اینجا تنها نمان. حبیب سرش را پایین کرد و با بغض گفت: این آدم راست میگه. قبل از پیدا کردنت هم از یکی از مردان دیگری قبیله شنیدم که اگر دختر جوان باشد ممکن است بدنام کنند، بعدش سنگسار کنند یا هم بخرند و مورد آزار قرار بدهند. ریحانه دنیا دور سرش میچرخید. آرام از پیش پدرش بلند شد. چشمانش پر از ناامیدی بود. زلمه سرش را پایین انداخته و دستانش را به پشت قفل کرده بود. برای آرام کردن ریحانه گفت: تشویش نکن. تا وقتی پیش من باشی نه کسی برات آزار و آسیب میزنه و نه کسی تو را اذیت کرده میتواند. ریحانه لبهایش را به دندان فشرد و سرش را بین دو دستانش گرفت. بعد از مکثی طولانی گفت: اگر اجازه بدهم تو بروی و پدرت بماند، ممکن است همه آنها تو را دوباره بگیرند و ببرند جای ناشناخته. آن وقت پدرت هم نمیتواند نجاتت بدهد، اما پدرت را میتوانم دوباره روان کنم. خانهتان برود به شرطی که تو اینجا بمانی. مکث کرد و ریحانه چیزی نمیگفت. او ادامه داد: اگر عروسی من نشوی، لوی خان مجبورت میکنه با یکی دیگه ازدواج کنی، ولی اگر عروسی نشوی مطمئن باش به هیچ کاری مجبورت نمیکنم. زلمه نفسش را جمع کرد و دوباره رها کرد و گفت: نقض کردن حکم لوی خان حکم مرگ دارد. ممکن است بعد از تو خواهرم را قربانی این موضوع کند و من مطمئن نیستم که شما به این راحتی از این قضیه فرار بتانید. ریحانه آرام سرش را بلند کرد و نگران به زلمه دید و زلمه چشمانش را پایین انداخت و گفت: تو که از انسانیت چیزی میفهمی، یک کمی فکر کن. آیا میتونی واقعا فرار کنی، آن هم در بدل اینکه آمنه را قربانی این موضوع کنم؟ ریحانه سرش را فشار داد و پدری که چقدر در عمق نگرانی در فکر فرو رفته بود با بغض گفت: اگر گپ‌هایت خلاص شده میتونی بروی. میخوام دربارش یک بار دیگه فکر کنم. شاید تانستم یک راه حل پیدا کنم. زلمه سر تکان داد و گفت: لطفاً تا امشب تصمیمتان را بگیرید، چون فردا قرار است امشب لوی خان عقد را بسته کند.
زلمه از خیمه بیرون شد. ریحانه در شوک مانده بود. حبیب حالش از ریحانه بدتر شده بود و مدام خودش را سرزنش میکرد. بیننده های عزیز، این داستان ادامه دارد. اگر میخواید بیشترین ویدیوهای جذاب را برای شما به نشر برسانم، حتما لایک، سابسکرایب، انتقاد، پیشنهاد، نظریات خود را در بخش کامنت برای من بنویسید تا بیشترین ویدیوها را برای شما به نشر برسانم. تا ویدیوهای بعد، الله یار نگهدار همگی.